میخوام بهت جرمگیری قهوه‌ساز خونگی یاد بدم. چرا؟ این دستگاه 3 ماه جرمگیری نشده، هیچ استفاده‌ای هم ازش نشده. بیا جلو. بوی گند قهوه که میده هیچی. این وضع جرمای داخلشه. چرا باید جرمگیری کنیم و اصلا چجوری جرمگیری کنیم؟ این ویدیو رو حتما ببین و ذخیره کن چون به کارت میاد و لایک کن چون به ما حال دادی و برای یکی از فامیلاتون بفرست اونی که قهوه خوره چون به اونم حال دادی. اگر روزی حداقل یه دونه قهوه ازش میگیری بهتره ماهی یه بار جرمگیری کنی. برای جرمگیری مخزن آبش رو خارج میکنی تا ماکسیموم چقدر گفته باید آب بریزی 2/3 رو پر میکنی و میذاری سر جاش بشینه. سر جاش که نشست یا یک لیوان سرکه سفید یا یه دونه از این پودرای جرمگیر قهوه‌ساز که ما موجود داریم رو که تو کپشن متن زیر ویدیو گفتم چجوری باید تهیه بکنی میریزی داخل آبش. میذاری این جرمگیر 5 دقیقه بمونه. یه مقدار جرمگیر رو توی آب حل میکنیم. حالا اون آبی که ما ریختیم رو با جرمگیر 1/4 رو پورتافیلتر رو نمیذاریم و میذاریم از این قسمت خارج بشه. نمیدونم معلومه یا نه جرما داره کم کم کنده میشه و میاد بیرون. حالا وقتشه 1/4 رفته از این قسمت، 1/4 دیگه از این محلول رو از قسمت بخارجایی که فوم میده خارج بکنیم. همینجوری که داره اسپرسو میده حالت بخارش رو باز میکنم که بیاد از این ور آب خارج بشه. میخوام از اینجا جرما خارج بشه. میبینید با چه فشاری من دارم آب و محلول جرمگیر رو از تو قسمت بخار قسمت فومدهی خارج میکنم. حالا 1/4 از اون محلول خارج شد، دستگاه رو خاموش میکنم و نیم ساعت میذارم خاموش بمونه. چرا؟ چون اون محلول جرمگیر داخل بخش حالا درست کردن اسپرسو و قسمت پشت پورتافیلتر و قسمت فومدهی مونده. نیم ساعت بذار بمونه دستگاه هیچ کاری نداشته باشه. حالا نیم ساعت گذشت، دستگاه رو دوباره روشن میکنم و میذارم همینجوری کل این محلول خارج بشه. حدوداً 4 الی 5 دقیقه زمان میبره. هر 1 دقیقه یه بار خاموشش کن، مجددی استراحتی بهش بده، دوباره بذار کار کنه. یونیت پر آب شده. من یونیت رو در میارم، آبو خارج میکنم، خالی میکنم، مجدد میذارم داخل و میذارم اون محلول خارج بشه. دیگه آب خارج نمیشه. چرا؟ چون مخزن آبمون خالی شد. حالا میریم تا ماکسیموم آب خالی بدون هیچی پر میکنیم. آبو پر کردم، مخزن رو سر جاش قرار میدم و حالا ازت چی میخوام؟ میخوام بذاری یه بار با آب خالی کار کنه تا هر محلولی، هر جرمگیری، حالا سرکه سفید ریختی یا جرمگیر ریختی، از دستگاه خارج بشه. فقط خواهشی که ازت دارم هر 1 دقیقه که داره مخزن خارج میشه هم یونیتو در بیار و آب رو تخلیه کن، هم دستگاه رو خاموش کن. یه چند ثانیه بهش استراحت بده، 10 ثانیه، 20 ثانیه، 1 دقیقه، تو دستگاه زیاد فشار نیاد. مجدد میذارم آب خارج بشه. ببین اون بوی بد، اون بوی زمختی، اون کیفیت گرفتگی، اون خوب قهوه ندادنه با این روش مشکلت حل میشه و آب داخل مخزن تموم شد. دستگاه کامل جرمگیری شد. پروسه این داستان حدودا نیم ساعت الی 40 دقیقه وقتتو میگیره و پروسه لایک کردن این ویدیو 1 ثانیه وقتتو میگیره. سیوش بکن که قطعا یه روزی به کارت میاد و حتما برای کسی که تو فامیل به قهوه خوردن معروفه بفرست چون به کار اونم میاد. دم همتون گرم. راستی این جرمگیره رو اگه خواستی کپشن متن زیر ویدیو رو بخون بهت بگم چجوری تهیه کنی.